بذار برم اون بورکایی که آبجی ظریف درست کرده بهشون بدم بخورن تا بفهمن چقدر هنرمنده. مطمئنم خیلی خوششون میاد. های امینه چیکار میکنی؟ من این بوریکا رو برای آبجی مریم درست کردم. کجا میبری؟ خب بازم درست کن، خیلی بوی خوبی داشت. گفتم برم بین مردم خیرات کنم. خیلی خوب، باشه دوباره درست میکنم. ببینم بابا بزرگ کجاست؟ اون بالا خوابیده. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum böyle olmaz. Bir güzele vuruldun. Yanma. Yakma. Lan oğlum böyle yakma. Lan oğlum böyle olmaz. El aleme ne dersin? Ne dersin? El aleme. بخند آقا ساواش، شاهنامه آخرش خوشه مگه نه؟ سیبگی چه بوی خوبی میده. اونو ببر بذار تو. دست درد نکنه امینه، چرا زحمت کشیدی؟ نوش جونتون، من درست نکردم که هنر آبجی ظریفه. واقعا اصلا انتظار نداشتم از این کارا بلد باشه. اوه خواهرم انواع بورکا رو بلده، با مزه های مختلف، با گوشت درست میکنه، با سبزی درست میکنه، کلا یه ساعته آماده میشه. یهو میری خونه میبینی یه میز عروسی بزرگ آماده کرده. حالا که اینطوره بگو این شمارم بزنه ببینم بلده یا نه. چرا به زحمت افتادی مختار؟ خودم درستش میکردم. اختیار داری آقا شناسی، تو جایی که من هستم چرا شما درستش کنی ها؟ عثمان بابا چی میگه؟ شمعک دیگه چیه؟ چیزه هیچی، شمعک دیگه. خیلی به درد میخوره، خیلی. یعنی انگار تو جنگ پیروز شدی. خب حالا که دیگه مشکلم حل شده، فکر کنم میتونید از اینجا برید دیگه. پاشید برید. پسر با تو هم یعنی چی؟ منظور چیه؟ بله عثمان، جواب امینه رو بده. این شمک یعنی چی؟ کدومش؟ بسته دیگه، بسته. زود باشین، از دوستای ما بریم بیرون. باشین بریم. خود تو سرت عثمان، خود تو سرت، واقعا خود تو سرت. دارین ما رو میندازین بیرون. سیبگی صبر کن، تو دخالت نکن. ببخشید شما دارین ما رو بیرون میکنین؟ اجازه بدین توضیح. یه لحظه بدین به اینا نگاه کنم. نه اینا نمیشه، اینا کوچیکه. کاروان ما خیلی بزرگه مختار، خیلی. بسته دیگه، بسته. دیوونم کردی، دیوونه شدم. از روستای من پاشین بریم بیرون. نمیرم از روستات بیرون، نمیرم مختار، نمیرم بیرون. یه کاری بکن دیگه، چرا هیچی نمیگی؟ امینه جان صبور باش، کاری از دست من بر نمیاد. آخه من طرف کیا بگیرم؟ میرسم. بابا بزرگ مگه با شما نیستم؟ ظریفه چرا داد میزنه؟ بابا بزرگ چرا جواب نمیدی؟ امینه بیا بریم مختار، بیا. مردم این روستا به تو احتیاج دارن، باید بریم مختار. بابا بزرگ آخه الان وقتش بود ظریف خانوم. 2 دقیقه نتونستی اون زبونتو نگه داری. خواهرشون چی شده؟ میخواستی چی بشه امینه خانوم؟ مگه نگفتی بابا بزرگ خوابیده؟ نخوابیده بود؟ نه خیلی نخوابیده. کی داره ازت میپرسه؟ من میپرسم، جوابمو بده. حتما رفته کلبه. حالا مگه چی شده؟ یعنی چی امینه؟ اون قند خون داره، فشار داره. خب حالا گناه من چیه؟ گوش کن، حسابتو میرسم. بذار اول بابا بزرگو پیدا کنم. ظریفه بله. چته خوبی؟ آره خوبم. بابا بزرگم فرار کرده، نمیتونم پیداش کنم. عزیزم حتما رفته جایی، خب برمیگرده، نگران نباش. شفیق این حرفو نزن، معلوم نمیشه که ممکنه 1000 جور بلا سر آدم بیاد. بهتره جای وقت تلف کردن بریم با بزرگو پیدا کنیم. زود باش مختار، تو هم دست پسرتو بگیر، همه جا رو بعد بگردیم. لازم نیست، خدا نکنه اینا بخوان به ما کمک کنن. من خودم میگردم بابا بزرگمو پیدا. راست میگی خواهر، ما خودمون بابا بزرگمون رو پیدا میکنیم. من گفتم تو هم بیا. تو میمونی خونه، وقتی بابا بزرگ اومدم به من خبر میدی. حداقل به یه دردی بخور. خواهر رفته پیش فاطیما، لازم نیست بترسی. اتفاقا منم از همون میترسم. ببین ظریف، به من چه ربطی داره آخه؟ مگه من گمش کردم؟ انگار من کاراگاهم، اصلا به من ربطی نداره. تو چرا اینجا وایسادی؟ را بیافتی که پسر جون، را بیا. خودو بیا بری. آخه من چرا اینقدر بد شدم؟ اصلا حرف نزن عثمان. بابا بزرگ صدای منو میشنوی؟ بابا بزرگ ظریفه چرا داد میزنی دخترم؟
بابا بزرگمو ندیدی خاله نورا؟ نه ندیدمش. تو ندیدیش؟ ندیدمش. منم تازه از خونه اومدم بیرون. چی شده دخترم؟ چیزی نشده. اگه دیدینش به من خبر بدید. باشه. جواب بابا مشی بدم. بابا بزرگ. هی میخوام جلو زبونمو بگیرم ولی نمیتونم. چرا رفتی جعبه قلبی گرفتی؟ مگه بچه دبیرستانی هستی؟ اون خرسی که دست توئه چی؟ میخوای باش فیلم ترسناک بگیری؟ پسر آخه تو چی میفهمی این چیزا رو؟ دختر عاشق عروسکه. حالا ببین. سلام ظریفه. وقتی هدیه‌تو میخوای بدی قیافت دیدنی. خیلی خوب. اصلا بیا همزمان بهش بدیم. هدیه هر کیو قبول کرد اون یکی باید بکشه کنار. قبول. ظریفه. آقا خلیل عجب آدمی ها. به نظرت کجا رفته؟ کجا میخواستی بره؟ حتما رفته قهوه خونه. به اینا اهمیت نده، الکی دارن شلوغش میکنن. اونجا این حرفو نمیزدی. دخترم مختارو ندیدی؟ میخواست گیر بده به ما. دوست داری که از اینجا بریم؟ تو اینو میخوای؟ نه من اینجا رو خیلی دوست دارم. آب دیگه. سرگی نمک تموم شده. برو یکم از ظریفه اینا بگیر. میگم بهتره اونجا نرم، سرشون شلوغه. میخوای برم از آسمان خانم بگیرم؟ سرگی فقط یکم نمک میخوای بگیری؟ اینجا نزدیکتره. برو. چه حرفیه که میزنی؟ واقعا از تو بعیده مامان. حق با توی دخترم. برو پیش آسمان خانم، اونجا دورتره. سلام. لعنتی زده به سرت. ظریفه این همه مدت الکی همدیگه رو رنجوندیم. اگه این هدیه رو قبول کنی خیلی خوشحال میشم. من بلد نیستم حرفای شیکو با کلاس بزنم ظریفه، اما برای خانم‌ها خیلی ارزش و احترام قائلم. به نظر من جوون خوب. ظریفه خواهش میکنم این هدیه رو قبول کن تا مشکلاتمون حل بشه. خواهش میکنم. یه مرد باید بدونی چطوری یه زن رو جذب کنه. در واقع زنی مثل تو به این احتیاج. بس کنین دیگه. چیکار میکنید؟ سر در نمیارم. کلی هم کار دارم. حوصله شماها رو هم ندارم. لطفاً این هدیه رو قبول کن. اگه این هدیه رو قبول کنی واقعا خوشحال میشم. ببین چقدر بامزه است. ببین. اگه این هدیه رو قبول کنی من خیلی خوشحال میشم. فعلا حوصله شماها رو ندارم. بابا بزرگم گم شده. بس کنید دیگه. بابا هدیه نمیخوام. بابا بزرگم گم شده. دارم دنبالش میگردم. واقعا که میدونی چیه ساواش؟ این دختر اصلا مشکل داره. ببینم این دختره الان چی گفت بابا بزرگم گم شده. میخوای چیکار کنی؟ بری دنبال بابا بزرگش بگردی؟ آفرین پسر، اتفاقا فکر خوبی بود. تو داری جدی حرف میزنی؟ همه چی تا وقتیه که خرمون از پل بگذره. بریم بابا بزرگو پیدا کنیم. خدایا ببین به چه روزی افتادیم. تو خونه حبسمون کرد بستم بود. برق و قطع کرد بستم بود. الانم داره شکنجمون میده. آخه مگه شوهر کردن گناه داره؟ ایلک نور خواهر. ببینم نکنه پیدا کردی؟ چی را؟ دختر از صبح تا حالا داریم دنبال سوزن میگردیم دیگه. یادت نمیاد؟ ناچ آمه رو میگم برای اینکه جلوی خوشبختیمون رو بگیره سوزن انداخت. اونم یادت نمیاد؟ ای خدای مهربون، خودت میدونی رستم بابای عزیزمون میخواد چی کار بکنه. به این نگاه کن آخه. نگاه کن خواهر خوشگلم. نگاه کن خواهر عزیزم به چه روزی افتاده. هی سر عقل اومدین؟ آره سر عقل اومدیم. تو چرا میخندی؟ برو پی کارت. نمیخوام قیافتو ببینم. بیری. به من چه دختر؟ اگه زورت میاد برو این حرفا رو به بابات بزن. آی به خدا دارم دیوونه میشم. با هم دست به یکی کردین. آره اتفاقا باید برم. آقا خلیل گم شده، باید برم به ظریفه بگم. نگاش کن ببین چه جوری راه میره. خواهر جون ایلک نور بارش پیاز خوردم. خواهر جون خدایا. ساواش جان مرد من، ببین پرنسست به چه روزی افتاده. بیا نجات بده از این زندون منو. ایلک نور دختر بلند شو به جا بذار تو رویم باشم. عجیبه ولی من از اینجا خوشم اومده. چرا باید عجیب باشه؟ اینجا مثل بهشت میمونه. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم بتونم غیر از شهر جای دیگه‌ای زندگی کنم، اما با یه تصادف اومدم اینجا. زندگی دیگه پر از سورپرایزه. آره دقیقاً.
یکم از خودت بگو. نمیشناسمت. من تو استانبول موسیقی میخوندم. 2 سال به سختی طاقت آوردم. یهو زد به سرم، نمیدونم چی شد. برگشتم روستا پیش مادرم. خوشحالی اومدی؟ قبل از اینکه با تو آشنا بشم نه. حالا چی؟ آره هستم. سلام بچه‌ها. امیدوارم مزاحمتون نشده ماما باشم. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب این سوال من بود. هیچی، ما داشتیم با هم حرفای روزمره میزدیم. داشتیم درباره نسبیت آینشتاین حرف می‌زدیم. منم دیگه داشتم میرفتم، مامانم نگران میشه. خوبه. با اجازه. برو به سلامت. سلام برسون دخترم. خدافظ. ماما پسرم چرا اینجوری نگاه میکنی؟ من که از اول پرسیدم مزاحم شدم یا نه، مگه نه؟ اصلا میرزا هر چی بخواد بشه. دیگه خسته شدم به خدا. آمیر آروم باش بسید. چی میترسی؟ از هیچ چی نترس. بابا بزرگم کجاست؟ بابا بزرگت؟ آره. بابا بزرگت نیست ظریفه. یعنی چی که نیست؟ تو با من شوخیت گرفته؟ گفتم که نیست. میخواستم ببینمت، برای همین گفتم بیای. آی خدایا، آخه عامر چرا اینقدر احمقی؟ تو میخوای منو دیوونه کنی؟ آره دیوونم میخوای بکنی؟ ای منم چه دیوونه شدم. از اشکال دیوونه شدم، مگه کوری نمیبینی؟ آخه پسر منو ببین، به خدا اون مغز کوچیک تو کل روستا پخش میکنه. صبر کن ظریفه، یکم گوش بده. من همه چیو خریدم به جون دختر. نمیبینی تو چه حالی اما؟ ساکت شو عامر. آخه تو چرا حرف منو نمیفهمی؟ من حالم ازت به هم میخوره عامر. من تو رو نمیخوامت. این حرفو نزن ظریفه. مگه من چه بدی در حقت کردم ها؟ من از وقتی یادمه دوست داشتم. بذار خیالت راحت کنم، هیچ کی مثل من دوست نداره. دلم کن تو رو خدا برو پی کارت. گوش کن میگم برو پی کارت. ظریفه من دارم میبینم، تو رو خدا این کارو عامر نکن. دست از سرم وردار. تو بگو بله، من تو هر وقت بگی منتظرت میمونم. عامر بس کن دیگه، تمومش کن دیگه. من تو رو میگیرمت، تو زنم میشی. بیا منو بگیر بیا. حالا میبینی اگه نگرفتمت. آره حتما. بذاری احمق. ظریفه آقا صبر کن. شنیدم این اطراف یه جای زیارتی هست. تو میدونی کجاست؟ آره میدونم. چی شد په؟ آفرین، باید همین کارو بکنی. آها زود یاد میگیری. آقا سال شما اینجایین؟ منظورتون چی آسمون خانوم؟ خب من ماهیگیرم، شاید به خاطر همینه که اینجا. ای وای راست میگی به خدا. منم تو خونه کلافه شده بودم، حوصله‌ام خیلی سر میرفت، گفتم بیام بیرون یه هوایی بخورم. خوب کاری کردی. آقا صالح، من میخواستم در مورد یه مسئله با شما حرف بزنم. برای بفرمایید، گوشم با شماست. صمد جان پسرم، تو برو اون طرف و جمع جور کن. برو دیگه. بفرمایید. میشه با پسرم آرکان مثل یه پدر حرف بزنین؟ آخه این اواخر کارای عجیب غریبی میکنه اصلا. پسر تو؟ اما آرکان خیلی پسر خوبی بود، مطمئنی اشتباه نمی‌کنی؟ درسته همینطور بود، پسر خوبی بود اما انگار یکم اخلاقش عوض شده. منم درک نمی‌کنم. شاید برای اینه که یه مرد بالا سرمون. بله. حالا مثلا چی کار می‌کنی؟ مثلا اینکه مثلا تو یه چیزای زیاده روی میکنه. آرکان؟ آره، بعدش هم تا صبح خونه نمیاد. ای داد بیداد. من میگم میشه شما مثل یه پدر باهاش حرف بزنی؟ میشه مثل یه پدر راه درست و نشونش بدی، اصلا راه نماییش کنی؟ مثلا چه میدونم یکم عوضش کن مثل یه پدر. باشه چشم،
مثل یه پدر باش حرف میزنم. من باش حرف میزنم. مثل پدر باش حرف بزنی یا مثل باشه پدر؟ چشم، مثل پدر باش حرف میزنم. باشه راستی یه چیز دیگه هم بگو. بهش بگو تو خیابون مثل این گداها ترانه نخونه لطفا. بگو بره تو مسابقات استعدادیابی شرکت کنه. آقا صالح، تعریف از خود نباشه ها، اما من خیلی خیلی آدم منطقی هستم. شما نگران نباشه آسمان خانم، من با ارکان حرف میزنم. خیلی بری به سلامت. خیلی ممنون. نه تو به کارت برس پسر، به کارت برس. آقا هی، این اطراف یه زیارتگاه هست درسته؟ منم میرم اونوری، بیا بالا. دمت گرم. سلام خانم. داری میری اونجا دختر ببینی؟ نه بابا، من دارم میرم عمو خلیلو. آخه این پیرمرده کجاست؟ الان چه وقت گم شدن بود؟ خسته نباشی خاله جان، یه سوال داشتم. خاله مادرتی؟ بله میخواستم بگم که مادرت هم دخترموی منه. بله حق با شماست. من پس اگه گفتی من چی تو میشم؟ چی؟ بگو ببینم من چیت میشم. یعنی چی؟ مگه تو پسر قیام نیستی؟ شبیه اونه؟ بله خودشی. برو به بابات سلام برسون. خدا الان گرم و زده میشه. اینجا هم که نیست. پس این آقا خلیل کجاست؟ بابا بزرگ، آخه شما اون بالا چی کار میکنی؟ تویی؟ من میخواستم اون سربندی که فاطمه بسته رو باز کنم، ولی باز زده رفته بالای اون شاخه بستتش. صبر کن الان میفتی، تکون نخور. نه بابا چرا بیفتم؟ من کل بچگیمو روی این شاخه ها بودم پسر جون. بابا بزرگ تو اون موقع بچه بودی، بیا پایین دردسر درست میکنی یا بیا. نه من تا سربند فاطمه رو باز نکنم نمیام پایین. الان فاطمه قراره بیادش. باشه من بهت قول میدم خودم یکی از همونا برات میخرم، بیا پایین. خیلی لازم نکرده، من همینو میخوام. وقتی من و فاطمه به هم برسیم این آرزومون برآورده میشه. بابا بزرگ این که خیلی خوبه، وقتی فاطمه اومد دستشو میگیری میری. سربند میخوای چیکار؟ آخه من نمیدونم چطوری باید بیام پایین. من خودم اومدم بالا ولی نمیدونم چجوری بیام پایین. حالا مراقب باش شاخه ها رو نشکنی. صبر کن من میام پیشت. باشه. چیکار میکنی پسرم؟ ببین مراقب باش پسرم. صبر کن. جوونیم چیزیمون نمیشه بابا بزرگ. چی شد؟ خدا خفت نکنه. آخه بچه جون چرا حرف بزرگترتو گوش نمیدی؟ آخه تو با اون سن چطوری رفتی اون بالا؟ اگه بتونم بیام پایین که خودم بهت یاد میدم. داد بیداد. حالا بیخیال. ببینم شماره موبایل ظریفه رو داری؟ صبر کن ببینم، باید داشته باش. کجا بودش؟ بگیر این نگاهی روش بده. الو ظریفه، منم ساواش. کدوم ساواش؟ آخه تو چند تا ساواش میشناسی؟ من خیلی ساواش میشناسم، 1000 تا میشناسم. مثلا به تو چرا منو به حرف میگیری؟ من کلی کار دارم، زود باش حرفتو بزن تمومش کنه. هیچی، میخواستم بگم بابا بزرگو پیدا کردم. خب دیگه قطع کن، خدافظ. چی؟ پیداش کردی؟ حالش خوبه؟ آروم باش دختر، آروم باش. بابا بزرگ حالش خوبه، تو نگران نباش. خدای شکرت. اما یه مشکلی داریم. نردبون لازم داریم. ما تو زیارتگاهیم. آها باشه نردبونم میارم. باشه قطع کن میام اونجا. خدافظ. میبینم. انگار آب شده رفته تو زمین. ظریفه چیه؟ چی شد؟ تونستی بابا بزرگو پیدا کنی؟ آره خدا رو شکر ساواش پیداش کرد. لعنت به این شد. چی؟ نه منظورم اینه که حالش چطوره؟ نه
حالیش خوبه. فقط گفت نردبون لازم داریم. باید یه نردبون جور کنیم. نردبون دیگه چیه؟ نردبون دیگه همونی که پله داره ازش میرن بالا. میخوای برات توضیح بدم؟ تو نردبون هم نمیدونی که اصلا کلا نمیفهمی انگار. چرا زل زدی؟ خب کمک کن نردبون پیدا کنم دیگه. خودت دیگه. زندگی تو کاروان سخت نیست. آخ چی کار میکنی؟ اوستای تو قصاب بوده؟ دستم یکم لیز خورد، ببخشید. هیچی نمیشه. آهای مردم، هیچ کس حق نداره با این آدمای جدید حرف بزنه. هیچ کس نباید حرف بزنه. حتی اگه مشکلی پیش اومد براتون حق ندارید از اونا کمک بگیرید. نباید از اونا کمک بگیری. خب اگه یهویی خوردن زمین یه لگد ما باید بزنیم آقا رستم. یاشار، این به ذهنم نرسیده بود. خجالتم نمیکشه. میفهمی چی میگی؟ از این به بعد اگه یکی از اونا اومد تو مغازتون نباید باهاش حرف بزنید. حتی با توجه به خبری که همکنون به دستم رسید دشمن وارد لونه زنبور شده. اهالی همه هدفتون مغازه حسین آرایشگر باشی. با دشمن ریختی رو هم آره؟ این چی میگه؟ این اینجا چه کار میکنه؟ منم همینو میگم. این اینجا چی کار میکنه ها؟ به خدا نمیدونم. خیلی بی‌شرفه. تازه داره خودش هم اصلاح میکنه. اینجا چه خبری؟ من که بهتون گفتم این خیلی پرروه ولی باورتون نشد. نگاه کنید. خب من اومدم اصلاح کنم. آره اومده، منم خبر نداشتم. کسی که بدون اجازه وارد مغازه بشه خدا میدونه فردا پس فردا کجا میره. از اینجا برو. برو دیگه. برو دیگه. بسته دیگه. تمومش کنید. شما منو خار ذلیل کردین. تحقیرم کردین. خانواده‌مو مسخره کردین. شما اصلا مهمان نواز نیستین. حتی جواب سلام منم ندادین. این چه وضعشه ها؟ این چه وضعشه؟ به نظرت برای چی؟ چون غریبم برای همیناره. تو اگه من غریبم یعنی دست ندارم. تو اگه من غریبم یعنی چشم ندارم. اگه غریبم یعنی آدم نیستم. مگه همه ما مثل هم غذا نمیخوریم؟ مگه هممون تو سرما سردمون نمیشه؟ تو گرما عرق نمیریزیم؟ اگه دستم زخم بشه خونریزی نمیکنه؟ اگه شوخی کنید نمیخندم؟ شما اینو میخواین؟ آره اینو میخواید؟ این کار نکن، خودتو نزن. داره فیلم بازی میکنه پسر، باور نکن. فکر نمیکنم فیلم ما رو ببخش. نگاش کن چه فیلمی بازی میکنی. خجالت بکش بابا. وقت دلت خواست بیا اصلاحت کنم رفیق. دیگه باهات بدرفتاری نمی‌کنی. مردم شما هم بگین. باور نکنید داره فیلم بازی میکنه. ازت انتظاری نداریم. بهت کمک میکنیم. مگه نه آقایون؟ بله کمکم میکنیم. قول میدین؟ بله قول میدیم. قول میدین؟ بله قول میدیم. ببندن. دارم براتون به حساب تک تکتون میرسم. یا برید. چه خوب بازی کردم. خودم هم باورم نمیشه. شناسی تو برو بازیگر شو. خسته نباشی کاپیتان. خیلی ممنون. ارکان کجا میری؟ هیچی، همینجوری داشتم یه چرخی میزدم. خسته نباشی. ارکان صبر کن. سما من میرم تا جایی برمیگردم. صبر کن ببینم میخوای بریم یه هوایی بخوریم با هم؟ نظرت چیه؟ کاپیتان شمایی. امر بفرما، هر جا دلت خواست با هم بریم. میدونی چیه؟ وقتی آدم درگیر زندگی میشه دیگه همه چی یادش میره. مثلا برای آدمایی که دوستشون داره دیگه زیاد وقت نمیذاره. میره به راههای ناخرف. اما تو بچه خوبی هستی. یعنی تو راحت کج نمیشه. کاپیتان تو منظور خاصی داری؟ ارکان من تو رو دوست دارم. خودت هم اینو خوب میدونی. میخوام باید راحت حرف بزنم. برای چی اینقدر مشروب میخوری پسر جون؟ این چه حرفیه کاپیتان؟ من اصلا مشروب نمیخورم. جدی میگی؟ آره نمیخورم. خونم که دیر وقت میری همش مثل این آوارا تو کوچه خیابونا میچرخی. برای چی؟
من؟ بله تو؟ سوء تفاهم شده کاپیتان. نکنه منو با کس دیگه اشتباه گرفتی؟ من شبا زود میخوابم. نمیگم که این کارا رو میکنی، اما گفتم شاید میخوای سرگرم بشی. خب تو هم یه پسر جوونه دیگه. آره خوب. اگه حوصلت سر رفت یا خواستی سرگرم بشی اصلا خجالت نکش، پاشو بیا پیش خودت. دوتایی با هم میریم ماهیگیری. باشه کاپیتان. همینه دیگه. من دیگه برگردم سر کشتی. موفق باشی. همچنین. خوشحالم که دیدم. خوبه. به سلامت. نه چه چیکار میکنی؟ بله من بله من که قرار نبود بری اصلاح. وای خبر نداری که اگه بدونی چه اتفاقی افتاد؟ دلم کن شناسی کلی کار سرم ریخته. مردم میبینن. دیوونه. سلام. سبگی میدونی چقدر منتظرت بودم؟ نمک کجاست؟ نمک؟ چیز شد. میخوام غذا درست کنم، منتظرم نمک بیاری. نمک نیاوردی؟ دلش کن ماما، نمک برای بدن ضرر داره، برای طبیعت هم ضرر داره. راست میگه دیگه، ما تو طبیعت داریم زندگی میکنیم. نمک، شکر، همسایه، باید از همه اینا دست بکشیم. همینه دیگه. اصلا هر کاری دلتون میخواد بکنین. غذاتون هم خودتون درست کنین. شب که شد وقتی گشنتون بشه اون موقع ازتون میپرسم زندگی طبیعی چه لذتی داره. اوف. حالت خوبه؟ آره؟ بابا بزرگ خوبی؟ دختر جون آخه چرا مردمو به زحمت انداختی؟ مگه من چه صدمه‌ای به شما میزنم؟ من اینجا منتظرم فاطمه بیاد. من حالم خوبه. بله فهمیدم که خوبی. فهمیدم حالت خوبه. پاشو بریم خونه. هرچی خیره همون میشه. نه من میخوام منتظر بمونم. بذار فاطمه بیاد بعد میرم. بابا بزرگون کار داره، برای همینم نتونسته بیاد. بیا ما بریم باشه؟ نه بابا، اون برادر بیخیرش نظیفو که میشناسی. مشکل همونه، اون نمیذاره فاطمه بیاد. اما من منتظر میمونم. اگه من برم بعد اون بیاد خیلی بد میشه. باشه بابا بزرگ، باشه. پس ما هم منتظر میمونیم، بعدش هم با هم میریم. خوبه؟ باش